من این موضوع را برای اولین بار دارم فاش میکنم، نمیدونم تا چه حدی صلاح هست، اما ناچارم بازگو کنم که برای شناخت روحیه آقای هاشمی چاره نیست. خیلی دردآوره، خیلی ننگه. آقای کروبی روحیه پرخاشگری داشت. خب آقای هاشمی رئیس جمهور بود، آقای کروبی رئیس مجلس بود. آقای کروبی در مقابل نظریات آقای هاشمی، سیاست آقای هاشمی برخورد منفی داشت، گاهی با تصریح، گاهی تلویح رد میکرد، مخالفت میکرد. یه وقتی دیدم آقای کروبی اون زمان رابطش با ما خوب بود، مثل امروز نبود ما را درباره ما جوری دیگه اندیشه کنیم. و من درد دل کرد، گفت که آقای هاشمی به من گفته که یه خانومی است بچه بغل، میگه که این بچه مال آقای کروبیه، یعنی از طریق آقای کروبی حامله شده و آقای کروبی رو رها کرده و این ور اون ور میره میگه که شکایت داره که آقای کروبی من رو بچه دار کرده، حالا بچه بغل من رو رها کرد. آقای کروبی گفت من گفتم بلافاصله خانم ها بیارن دفتر شما، منم بیام اونجا ببینم کیه چی جوری. گفت خبری نشد، پیگیری کردم، دائما زنگ زدم آقای هاشمی اون زنی که بچه بغل و این ور اون ور میره به مدعیه که من بچه مال منه، چرا نمیارین دفتر؟ کجاست؟ چیکار داره میکنه؟ وقتی که فشار شدید شد و رها نکردم، دیدم یه روز آقای هاشمی در اومد گفت که حالا این که چیزی نبود، مسئله بدتر از اون هست درباره شما که من اون را با اجازهتون فعلا اینجا مطرح نمی کنم. اون مسئله دوم نسبتی که با کروبی داده بود، دیگه آقای کروبی داشت دیوانه میکرد، حالش خیلی بد بود. چون جلسه گذاشت، من دعوت کرد، رفتم منزلش، آقای توسلی بود، آقای جمارانی بود، دیگه یادم نیست کی بود، باز مثل کسی دیگه این بودن. گفت خودت چیکار کنم در مقابل این حرفی که آقای هاشمی زد؟ در اونجا تصمیم بر این شد که ما بریم پیش آقای هاشمی ازش سوال کنیم که یعنی چی این حرف، چی بود شما زدید؟ واقعا رو بخواید به محض این که آقای کروبی هم موضوع اول رو برای من گفت که آقای هاشمی گفته یه خانمی است بچه بغل اینا، با آقای کروبی گفتم که آقای هاشمی مثل این که از دست شما یه مقداری به سطوح آمده، میخواد شما را با یک حربه‌ای تسلیم خودش کنی که شما ببین پیش من یک همچه سابقه سوی داری، حواستو جمع کن. حالا موضوع اولی که شما استادگی کرد یا الله زن رو بیارید کجاست چجوریه، و موضوع دیگه متوسل شد. قرار شد بریم پیش آقای هاشمی. رفتیم اونجا و 3 نفری، من بودم، آقای توسلی بود و آقای امام جمارانی، در مجلس رفتیم. آقای هاشمی شروع کرد صحبت کردن که من آقای کروبی را میشناسم، اعتماد دارم، چنینه چنانه، اما خب حرفم این بوده که در مقابل چنین شایعه‌ای چه کار باید بکنیم. من موضوع رو با ایشون مطرح کردم که در مقابل این شایعه راه علاج چیه. آقای امام جوانی حرفی زد، آقای توسلی حرفی زد و من یک مطلبی رو مطرح کردم. آقای هاشمی من در نجف یه جمله از امام شنیدم، البته تو کتابی ندیدم. امام یه وقتی در درسشون بود ظاهرا فرمودن وقتی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم از دار دنیا رحلت کردند، عمر وقتی با مقاومت از علی علیه السلام مواجه شد، آمد به حضرت گفت که اگر بیعت نکنی 2 شاهد اقامه میکنم که دزدی کرده، دست به قتل میکنم. آقای هاشمی از کردم من احساس میکنم یک چنین شیوهی داره تو نظام ما
دنبال میشه. یعنی چه من این موضوع را با ایشون مطرح کردم که جلوی شایعه را بگیریم؟ مگر توی مملکت ما کم شایعه بوده؟ مگر جلوی شایعه را میشه گرفت؟ مگر توی مملکت ما درباره مرحوم شهید آیت الله بهشتی اون همه شایعه نساختند؟ مگر درباره خود شما شایعات مختلفی نساختند؟ مگر حتی نگفتند که این جریان سوی قصدی که با آقای هاشمی شد و تیری که ایشون رفتن تو منزلش زدن دروغ، سوی قصد بیرون نبود. آقای هاشمی آمد تو منزلش، دید پاسدارا با یکی از اعضای خانوادهش رابطه دارن و او درگیر شد با اونها و تیر خورد. جلوی شایعه چجوری میشه گرفت؟ حالا بحثش مفصله. منظور این است که ببینید حتی ایشون برای ساکت کردن کسی که تسلیم ایشون نبود به چه شیوه های، این قضیه مال سال 68، چه شیوه ها و شگردهای متوسل میشون که بتون این شخص را به عنوانی که تو پیش من یک چنین سوی پیشینه داری تسلیم با، ساکت باش، نفس نکش، وگرنه این روحیه خیلی خطرناکه. این مسئله خیلی خطرناکه. یعنی کسی که با همسنگر سابقه دارش با هم زندان بودن، با هم شلاق خوردن، با هم زرش کشیدن، برای اینکه او را احساس میکنه که در مقابل نظریات او تسلیم نیست، این گونه باش برخورد میکنه و این گونه او را زجر میده و این گونه درباره او نظر میده، خب معلومه دیگه